بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود خدمت تک تک دوستان عزیزم. سنگی که امروز میخوام خدمتتون نشون بدم یه شهاب سنگ بریسای ماه، البته به احتمال 95% حداقل میتونه یه شهاب سنگ ماه از نوع بریسا باشه که به این خاطر اینا رو هم گذاشتم اینجا که فرق بین شهاب سنگ های سیارک ها را نشون بدم که هم چغالیش با مال شهاب سنگ ماه خیلی فرق داره، هم قیافه های ظاهریشون، چون اینا تو زمین سنگ ها، همچین سنگ هایی تو کره زمین به این شکل تقریباً 1% احتمال داره، ولی همچین سنگایی که مشاهده میکنید کره زمین ما انقدر هستن که نمیشه با دیدن اینا حدس زد که اینا میتونه یه شهاب سنگ باشه از نوع بریسای ما. حتی جذبم داره ولی خیلی کم داره، نه به اندازه اونا، ولی مال اینا انقدر زیاده که خیلی راحت میتونه جذب کنه. ولی نگاه بکنید اینو وقتی میذاری بلش میکنی میفته، یعنی جذب در حدود 5% به این حد داره. قیافش هم که میبینید کندوریت داره، ولی داخلشو هنوز نشکافتم که براتون پنجره باز بکنم تا ببینیم داخلش چه هست. انشالله در فیلم‌های بعدی حتما خدمتتون مطمئنم میذارم که شما مشاهده بکنید. لطفاً لایک و سابسکرایب یادتون نره، ما رو حمایت بکنید تا هر آنچه دستمون اومد در اختیار شما هم بذاریم. قربون شما، یا